بریم به حدیث صحیح مسلمشان. ببینید عزیزان، دوست ما پیشتر منبع نیاز داشت. کتاب صحیح مسلم روایت شماره 1404 از قیس روایت است که عبدالله ابن مسعود گفت ما به همراه رسول خدا جهاد می کردیم در حالی که ما همسران خود را همراه نداشتیم. ببینید بزرگواران، رسول خدا همسر می برد در میدان جنگ، اینا اجازه نداشتن، چون رسول خدا چادر می زد، مشغول سکس می بود، اینا می خواستن شهید شوند. خب پس گفتیم آیا خود را بذاریم کمی خردش کنم، آیا خود را اخته نکنیم، یعنی عقیم نکنیم، نبریم اون آلت های بیچاره را و خصیه های ما را؟ رسول الله ما را از این کار منع کرد. محمد اجازه نداده که اینا خصیه های خود را ببرن. سپس با ما اجازه داد تا با زن بر سر جامعه به مدت مشخص نکاح متعه کنی. ببین عزیزان، محمد خودش جواز داده صیغه را در کتب اهل سنت، در کتاب صحیح مسلم و صحیح بخاری روایتش آمده. ما تنها فکر میکنم کفایت میکنه زمین صحیح مسلم برای دوستان آوردم. ببینید بزرگواران، پیامبرشان گفته جامه بتین با زنا سکس کنین، یعنی یک جور لباس به یک زن بتین و سکس کنین. خودش عایشه را میبرد در میدان، اما با دیگران چی کار میکرد؟ میگفت شما برین با زنا چی کنین؟ صیغه کنین. بعد عمر میآید و این آیت را چی میکنه؟ منسوخ میکنه و علتش را شیعیان در کتب خودشان گفتن. علتش چی بود عزیزان؟ در کتاب شجره توبه، به خاطر که علی رفته کار خواهر عمر را در یکی از شبها جور کرده متاسفانه و خواهر عمر ابن خطاب را صیغه کرده. ما به طرف هستیم عزیزان، کتابای خودشون، همه کتابشون در کف دست ما هست. اینا دیگه نمیتونن فرار کنن از این مبحث. صحیح مسلم را گفتم، نیاز به دفاع نیست. فکر کو در این مورد دفاع از چی میکنی بابا؟ خب دیدین که روایت صحیح الاسناد از کتاب صحیح مسلم براتون آوردم و اون روایتی که کار خواهرش را ما گفتم درست کرده. اجازه بدین فرید جان اون روایت را نشان بدم، بعد دوستان بعدی را بشنویم. درست است؟ بسیار علی. عزیزان بزرگوار، دو تا کتاب در این باب، اجازه بدید که من کمره مم دور بتم به عزیزان. کتاب اول، اینترنت من امشب سستی میکنه. کتاب اول بزرگواران، ببینین، تمتع به اختک، از خواهرت تمتع گرفتم، امیرالمؤمنین در خانه عمر. کدام کتاب هست؟ کتاب انوار النعمانیه، نویسندهش جزایری سید نعمت الله، جلد 2 صفحه 220. علی رفته خواهر عمر را شب صیغه کرده، بعد عمر بعدش آمده از صیغه. یک منبع دوم کتاب شجره توبه، نویسنده حائری مازندرانی شیخ محمد مهدی، جلد 1 صفحه 70. همون روایت تکرار شده. این قسمت روایتش است عزیزان. علت تحریم صیغه، علی رفته خانه عمر و چیکار کرده؟ از خواهر عمر تمتع گرفته. کدام تمتع؟ همان تمتعی که در قرآن آمده جان برادر. علی رفته همین آیت قرآن را بالای خواهر عمر تطبیق کرده. بعد عمر ناراحت شده، گفته صیغه منه. تمام شد، رفت دیگه. حالا دنبال این همه مالکشی چرا هستین اهل سنت؟ میدونین که رهبر شما عمر است و رهبر اونها علی است. رهبر اونها آمده با خواهر رهبر شما، از خواهر رهبر شما تمتع جنسی گرفته. بعد رهبر شما اعصابش خراب شده، چیکار کرده؟ گفته صیغه من نشد به اهل سنت. امروز شما مسلمانان اهل سنت چیکار میکنین؟ صیغه نمیکنین. به خاطر چی؟ به خاطر که خواهر عمر را علی صیغه کرده بود. دنبال دلیل بیجا ما نیست.